دوم سوال کردن در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد، در آشیانه یکم لطابازی میکنند، در آشیانه دویم نماز میگذارند. حالا آن که در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خوانه، نماز شما را خدا قبول میگرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید. کار کنید شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنند، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بعضی هاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براین. لیکن این به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها اینا نصیب باشه از سرحدی مشتکو و گشته اومدیم. بچه‌ها خاطی بچه‌های به داکیمنت چه گذاشتن؟ اگه خنده کرده چخته خنده بالا کجان داکیمنتیز بردی یا گیو داکیمنت داشتی بچه نداشتی ساعت پول گذاشتی ان شاء الله اینا برای چکام داکیمنت نداشت چه گذاشتن برادر گران سلام ساعت پول گذاشتن در بین ما بود آدمی که پچاتی پاشیم پچاتی پاشیمش انوری کردن و خوی داری گذاشت ساعت پول نه بچه کو علاقه باشین علاقه که ان شاء الله برای نوریم امروز 29/01/2025 از سالش دورین ماشین اشتگی ایزا میکشن ببرن گپ زدن بخی در خانه خدا باشید. نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، با همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، با همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه به پول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان. هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد. زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است، این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم، این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک چیز را پرسیدنیم، نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانین، مثل خودش خوانین. یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانین. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنین. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده‌ای که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که امروز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن،
امروز صاحب فرزند شدند چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در سمالیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، چی در کشتی های بالای آب ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنید. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهگار میشوید. این گونه اعتقاد نکنید. شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون اتوبوس ها باشد که مثال برای یک نفر و دو نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگیتان نماز نیت میکنید، با اشاره سر نماز میخوانید. و این عروس هایی که میپوشند این لباس هایی که از ما و شما نیست، بگیم امروز لباس هایی که فتة میپوشند، لباس های توریه که میپوشند، آستین ها مثال نیست، دست های اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، بالای سرهای اونها نمایان. باور کنید این شرمندگی هست. اگر همه شما از ما ملال شوید، من برای شما میگویم که مادامی که این گونه لباس ها را در عروس های خود که پوشانیدین، یقین دانین که شما در نزد پروردگارتان بی نهایت در یک غضب پروردگارتان گرفتار شدید. زیرا شما حکم خداوند چکار کردید؟ پایمال کردید. خداوند برای شما میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، لباس های اسلامی را اول از زنها و دخترهای خودت سر کن و بعدا به تمام زنهای امتت، با تمام آن مردهایی که امروز دعوا دارند که ما مسلمانیم، با آنها اعلان کن که باید دخترهای آنها از لباس های اسلامی باید پوشند. این فرمان پروردگار است. این هیچ کس تغییر دادن نمیتونه. پیش راه این حکم خداوند کسی هم گرفتن نمیتونه. این خداوند برای ما و شما امر دارد. از این خاطر کدام دختری که البته این گناه کرده است و امروز صاحب فرزند شدند، توبه کنید، به سوی پروردگارتان زاره و تولا کنید که خداوند این گناه را از شما ببخشد. انشاءالله خداوند شما را میبخشد. لیکن به این گناه شما دیگر دست نزنید. اینا برای خودتان مدنیت نشمارین. این مدنیت نیست. این لباس هایی که تمام بدن شما را نمایان میکند، این لباس ها مدنیت نشان نمیدهند. همون دوره های شوروی خیلی دوره خوب بود که هیچ دختر این گونه فتة پوشی نداشت. کدام انسانی که در دوره های همون شوروی زن گرفتگی از همش میدانند، کرته های چکن داشتند، بالای سرهاشون چادرها پرتافتگی بود، همون لباس های ملیشون در بر کردگی بودند. خوش به حالشان. حضرت محمد اقبال لاهوری میگه فطرتی تو جذبه دارد بلند. انسان ها، اما شما قد محمد اقبال لاهوری عقل دارید. فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. ای خواهر عزیز میگوید محمد اقبال لاهوری مثل پدرانه میگوید ای دخترای عزیز،
فطرت شما یک جذبه دارد. به خاطر این جذبه که فطرت شما دارد، جسد شما دارد، من بر شما میگویم که چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. اون فاطمه که نور چشم حبیب خدا بود، اگر تو خواهی که از شفاعت او برخوردار شوی، پیرو فاطمه شو. میگوید پیرو فاطمه شو. برای چی؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو پیرو فاطمه شوی، در شکم تو فرزند پیدا می شود که اخلاق حمیده امام حسین دارد. اگر تو مثل فاطمه باشی، حضرت محمد اقبال لاهوری میگه تو در دنیا حسین تولد میکنی. امروز چرا که شما امروز فرزندهای ناقابل تولد میکنین؟ برای که شما از اول روز حیاتتان شما با بی‌حیایی قدم زدین. اولین لباس کفر در بر که کردین، از شما کجا فرزند سالم به دنیا می آید؟ شما در اول حیاتتان غضب پروردگار را زنده کردین. کجا حیاتی تو شیرین می شود؟ این طلاق هایی که 3 طلاق و 100 طلاق تو میگیری، همه این باعث الان فتنه هایی که شما میپوشید، لباس های نادرسته که شما میپوشین، این غضب پروردگار است. نگذاره جوانای عزیز. میلش اگرچه امروز بسیار از تبلیغگرهایی که میخواهند که ما فتنه پوشیم، ما امروز آستین های کلته داشته باشیم، امروز یوبکه های دریدگی داشته باشیم، لکن شما مسلمان هستین. شما غیرت اسلامی تان به کار برین، نگذارین که اینها از اولاد شما ظاهر شود. نکاح سالم میخوای، نکاح حلال میخوای، خواهرها و زنهاتون از این لباس ها نپوشانید. انشاءالله بعد شما چی میشوین؟ در نزد پروردگارتان زندگی شما زندگی اسلامی میشود، زندگی خوب میشود. داملای محترم، من مخلص شمایم و من یک جواب. من قرآن را با حرف کریلیکی میخوانم. بعضی آدم ها رفتار ناشایسته دارند. من میگویم در قرآن سخن این خیل است. او میگوید تو حق نداری از قرآن گپ زنی. این سخن حق است یا نه؟ یعنی هر کسی که اگر با کریلیکی هم که اگر قرآن خواند و سخنهای نیکی که از این قرآن برای مردم میرساند و حق دارد که مردم را نصیحت کند. اگر در بین مردم همین انسانی که قرآن با خط کریلیکی هم که خواند، این انسان هم در نزد خداوند ثواب میگیرد و البته حق دارد که وی جماعتی که در اطرافش است وی نصیحت کند. این هیچ جای نادرستیش نیست که وی گوید که در فلان سوره قرآن در فلان آیت خداوند این گونه گفته است، مثل که نماز خوانید، مثل زکات دهید، مثل حج کنید. و حق دارد. چرا حق ندارد؟ السلام علیکم دامنای محترم. ما از شما خواهش و التماس میکنیم که شما از روی آیت و حدیث با سوالهای من روشنی اندازید. در محله ما یک کس مرد در روز جمعه. در مرده 3 آدم بزرگ اشتراک کردند. نماز جمعه را نخواندند، مرده را پیش نماز نکردند و آدمان را دعوت کرده در مسجد نماز پیشین جماعت کردند. ما حیران کی را باور کنیم؟ شما آیه قرآن باور کنین، شما احادیث های پیغمبرتون باور کنین. کسی باشد نباشد، بزرگی انسان اون حالت ده معین می شود که انسان مسلمان کامل باشد. اگر امر پروردگار تو ترک بسازی، گفته حبیب خدا را رد کنی، تو از کجا بزرگ هستی؟
شاعر میگوید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت میگوید همین ممکن است که شما ای مردمی که جمعه را ترک میکنین و جمعه نمیخوانین و امروز برای خودتان هر گونه دلیل ها پیدا کردین، حالان که جمعه این یک درس است. این جمعه، این ساعت های امر معروف، حبیب خدا میگه لکل شیء ثقالت و ثقالت القلوب ذکر الله عز وجل. ای انسان های بزرگ، پیغمبر میگوید دل انسان سیاه میشود. دل انسان از حساب این پلیدی ها و از این حرام ها و لقمه های نادرست دل انسان سیاه میشود. لیکن حبیب خدا گفت من برای شما سفید کننده دل را خبر دهم، گویم که با چی چیز این دلهای سیاه را سفید کنید. چی گفتن حبیب خدا؟ ذکر الله عز و جل. شما در موعظه ها رفته اشتراک کنید، سیاهی دل شما نابود می شود. دلها را باید سفید کنیم ما و شما، دلها را باید نورانی کنیم ما و شما. این اشتراک نکردن این بزرگان معنای او را ندارد که جمعه خواندن نادرست باشد. بزرگان چی ها نمی کنند. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. انا عیب در همون بزرگاست که امروز به گفته پروردگار نمی روند و مردم اونها را دیده درس می گیرند. باید امروز همون بزرگا در بین ما چی شوند؟ عبرت باشند. باید مردم اونها را دیده باید که چکار کنند؟ درس گیرند. اگر پیشوا نماز 5 وقته را نه آید، قوم از کجا نماز جماعت می آید؟ اگر پیشوا حقیقت گو نباشد، از کجا قومی او هدایت می یابد؟ از کجا؟ اشتراک نکردن بزرگان در نزد پروردگار این گناه است. بزرگ خداوند است. چی بزرگی دارد؟ امر خدا را ترک میکنی و باز بزرگ هستی. پدرم گفته بود، یک کس سوال، پدرم گفته بود تو نماز جمعه را نخوان که در اینجا نماز جمعه درست نمی شود. و هر انسانی که میخواهد که نازد، هر انسانی که میخواهد که قدر خودش را در بین مردم پیدا کند یا قدرش را در نزد پروردگار بلند سازد، باید که با عملهای خود وی نازد، نه به عملهای پدر و به عملهای مادر و به عملهای بابیم و فلان و فلان. به بال خویش باید کرد پرواز. شاعر میگوید به بال خویش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. به بالها و پرهای خودت پرواز کن، پرها و بالهای دیگران قد پرواز نکن دیگه. مرده را تیز گرانیدن خوب است یا شب من کردن، برای خویش و تبار آمدن. التماس تیز نقصتر فهمانید. من انشاءالله اینقدر ساده برای شما میگویم این سخنی مرا همه میفهمند. من اینقدر عادی برای شما صحبت میکنم که تا که شما فهمید. همین عادی صحبت کردن من به خاطر اون است که شما فهمید. مرده را تیز بردن این سنت است. در شبم گرانیدن سنت است. شبم باشد روزم باشد، اگر مرده را ما و شما برداشته و اگر طبق سنت خواهیم که رفتار کنیم، فرق ندارد چه شب باشد چه روز باشد، ما و شما باید تیزتر برداشته بریم. آمدن خویش در اطراف مرده این نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است. اگرچه امروز این عادت خیلی نادرستی در بین ما و شما هست که فرزند او شاید 1 روز شاید 2 روز در کدام مکان باشد و وی بیاید و بعداً ما این مرده را از اینجا برداریم. چند قدر سرگردانی ها، چند قدر تشویش ها، چند قدر بیماری ها، این قدر ضررهای زیاد در اینجا وجود دارد. همون زمانی که مرد
امروز الحمدلله بینین قبرهای تیار شد، قبرها تیار. رفته فرمایش میتی 1 ساعت بعد الک میگد مرده تا بیار. دیگر قبر بانه نیست، فقط اعتقاد و توفیق لازم که ما و شما در حال مرده ها را برداریم و برده در قبر جاشون کنیم. این سنت پیغمبر است. یک برادر از ما بسیار خواهش کردن که یک شعر یک برادر از همین قوم ما برای ما تقدیم کردن که همینش ما خوانید تا که در همین کسیته ها همین پیدا شود. و بسیار درخواست کردن، 1 بار درخواست کردن رد کردیم، 2 بار درخواست کردن، این دفعه ما قبول کردیم. اگرچه ما ارزنده این مصرع‌های شعری این برادر نیستیم، لیکن برای خواهش کردنشون میخونیم. وارث انبیا به حاجی میرزا تقدیم می شود. شهر کولاب فخر کن با این پسر، خلق من از امر معروف شد خبر. سالها گردین ما خاری کشید، حاجی میرزا شد اسلام را سپر. گه کند آغا سخن از مولوی، گه ز قرآن گوید آیاتی قوی. خلق من سیراب شد از لون خوش، گرچه بودن خواب آوردش به هوش. گرچه در پوشتش حسودانی زیاد، لعنت حق بر روانی جمله باد. خار گردان یا خدا یا دشمنش، هم خدا راضی و هم پیغمبرش. من چی گویم خدمتش به انتهاست، تا قیامت بهرش این دستی دعاست. یا خدایا از تو داریم التجا، سایش باشی و او باشد به ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، ما 2 سوال داریم. یکم امام مسجد ما میگوید که در یک شبانه روز خداوند جان 1000 نفر را میگیرد و 1 نفرش به ایمان میرود. آیا این درست است؟ نه، این نادرست است. جان 1000 نفر نه، امروز صدها هزار نفر شاید که امروز جان اونها را پروردگار گیرد. عدد اینها را کی میداند؟ این خبری نادرست است. یک تای او با ایمان میرفت است و مثال 999 تای او به ایمان. کسی نمیداند کی با ایمان میرود کی به ایمان میرود. اینا افسانه هستند، افسانه میگن اینا را. یگان سخنم در یگان کتابم این هیچ اصل ندارد، تماما نادرست است. دوم سوال، یک مرد 5 وقت نمازش را در مسجد میخواند و میخندد و ایرا رفیقانش میگویند که تو دیگر نماز نخوان که نماز تو درست نیست. وای کم کم کسلی میباشد. آیا این نماز خواند یا نه؟ وای خواند نخواند برای آدم کسلی هیچ فرقی ندارد. میخندد، گریه میکند، وای کاری وای میخواند. آدمی سالم خندیدنش نادرست است. آدمی سالمی که باشد و بی درد باشد و در نماز وقتی که اگر خندید نماز وای باطل می شود، فاسد می شود. لیکن برای آدمی بیمار فرقی ندارد چگونه نمازی که می خواند وای خواندن گیرد، وای در رخصت است. السلام علیکم. اکای داملا حاجی میرزا، میگویند که اگر با دختری بیگانه گپ زنی یا با وی رسی، میگویند که این حرام است. التماس با سوال ما جان، اینقدر اگر تو در این موعظه های ما اشتراک داشته باشی و باز ندانی که با دختری بیگانه صحبت کردن حرام باشد، من نمیدانم شما کجا را گوش کرده اید. حرام بودنش از همون خواهر خودت، از خواهر خودت خلاصه برات بگذار. خواهرت با یک مرد بیگانه گپ دادن گیرد و تو رفته تماشا کن. چگونه خطا تصور میکنی؟ چه حس میکنی خطا؟ اگر ایماندار باشی تو در جای دیگر قرار ایستادن نمیتانی.
انا همین حرام بودن این علکی خودش اثبات است. حبیب خدا میگوید ایاکم و الدخول علی النساء، امر میکند بر شما باد ای امتان من، زنی که تنها باشد با او صحبت نکنید، زنی که در خانه‌ای که در حالت تنها بودن دختر با او رو پرو شده و صحبت نکنید، زیرا عاقبتش به همه ما و شما معلوم است که اونها وقتی تنها که ماندن، تنها که صحبت کردن چی میگویند. حبیب خدا میگوید لئن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر در سر امت من یک سوزن آهنین را زیر کنند، یعنی از بالای سر شما یک میخ آهنین قطع زنند، حبیب خدا گفتند این برای شما بهتر است از او که شما این دست خدا در بدن زن نامحرم میرسانید. این دست هایی که اگر در اون زن هایی که برای شما نیکارس هستند، اگر شما دست درازی کردین، دست اونها را قپیدین و هر اعضای اونها را وقتی که شما دست دراز کردین، حبیب خدا گفتند این آسان است از روی عذابی که یک میخی که در بالای سر شما کوفته می شود. یعنی این عاقبتی ناخوب دارد. جوانای عزیز، انشاءالله من در باب زنا که صحبت داشتیم، لیکن باز در این باب من برای شما صحبت میکنم که بسیار احتیاط شوید که روز به روز زنا روز به روز اوج گرفته ایستاده است. روز به روز فحش و فاحشگی ها اطراف ما و شما را اشغال کرده ایستاده. بسیار با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. السلام علیکم اکا حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی با شما دو سوال دارم، میخواهم که زودتر جوابش را گیرم. یک موضوع در باب آدمانی که آدمان سطردار را هرخیله گپ میگویند، مسخره میکنند، صحبت میکردید. ما در این بابا چندین بار گفتیم کسی که مسخره میکند دختری را که او با سطر هست و همچنان است که مسخره در قرآن کرده است. این انسان، من این گونه انسان مسلمان کامل نمیشمارم وقتی که اگر با یک دختری که وی سطردار باشد و یک چادر اسلامی داشته باشد و باز دیگر زن یا مردهای پیدا شوند که وی را محاکمه کنند، وی را مسخره کنند، باور که این گونه انسانها را اسلامشان اسلام نادرست است، مسلمان نیستند اینها. وقتی که یک خواهری که وی از روی ترس خدا این لباسها را پوشیده است، باز نفرهای پیدا شود که وی مسخره کنند، این دیگر چی جای مسلمانیش میماند؟ تو وی مسخره کن زمانی که وی با بچه های بیگانه رفته آمد داشته باشد، و تو مسخره کن وقتی که وی بی حیا باشد، تو وی مسخره کن وقتی که وی لباس های بی حیاانه داشته باشد. این حالت مسخره کنید. کسبم دوزندگی هست. کرته‌ای که من میدوزم با تن خود پوشیده کمبودی های آن را اصلاح میکنم. به من میگویند که این اوبال است، این رفتار تو در این مسئله روشنی. این اوبال نیست، یعنی همون کرته دوزهایی که برای آن که یعنی کرته دیگر انسان در بر خود میپوشن و بعض عیبها و کمبودی های این کرته را در راست آینه میگیرن، این گناه نیست. کرته یک انسان برای که و اصلاح کنی، خوب کنی، تا که همون پولی که تو گرفتی و حلال گردانی، این چی جای گناهش است؟ و وقتی که میآید کرته را میگیرد و تمام اطراف این کرته را تماشا میکند، اگر ذره در اطراف این یک عیب داشته باشد و قبول نمیکند این کرته را.
برای همین تو حق داری که البته میپوشی کرته را و نظارت میکنی، هر کمبودی که باشد اصلاح کن، جای گناهش نیست. محترم داملای عزیز، بعد التحیات را خواندن، صلوات ها را ناخوانده سلام دادن درست است؟ نه، نادرست است. التحیات که خواندین، صلوات ها را میخوانین، اللهم اغفر لی و لوالدی میخوانین و بعدا سلام میدهین، این حالت درست میشود. التحیات خوانده و صلوات ها را ناخوانده و سلام ناداده نماز تمام کردن، این نادرست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با من با این سوال جواب گردانید. مویهای سرم سفید شده است، من خینه یا کرسکه کنم همین جایز است یا نه؟ من جوان هستم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الیهود و النصارى لا یسبغون فخالفوهم، متفق علیه. حدیث متفق علیه هست که پیغمبر خدا گفتن یهودی ها و نصرانی ها ریش ها و موی های خود رنگ نمی کنند، شما ای امتی من موی ها و ریش ها تان رنگ کنید گفتند. خب میگذاریم حدیث دیگر. وقتی که ابوبکر صدیق فتح مکه شد، مکه را وقتی که پیغمبر با مجاهدهای خود وقتی که آمد و اشغال کرد گرفت، ابوبکر پدر خود ابو قحافه را نزد حبیب خدا آورد. پیغمبر خدا وقتی پدر ابوبکر دیدن، ریش و موی این پدر ابوبکر مثل سقامه بود. میگوید در حدیث سقامه گفته یک درختی که هم میوهش سفید است هم گلش سفید است. و رسول اکرم چی گفتند؟ غیرو هذا واجتنبوا السواد، رواه مسلم. ابوبکر گفتند ریش و موی سفید پدرت را تغییر بده، رنگ کن، لیکن از رنگ سیاه اجتناب کن، رنگ سیاه نکن. خینه ببند، رنگ سرخ کن، رنگ زرد بکن، پیغمبر گفتند در حدیثا، لیکن رنگ سیاه نکنید. از رنگ سیاه پیغمبر خدا من کردن. در مسئله میگوید اگر مجاهدهایی که مثال جنگ میکنن، اونها اگر موی سرشون سیاه کنن برای اونها اجازت است، دیگر برای غیر اونها به هیچ کس درست نیست که موی سرش سیاه کنند. ما و شما ندیدیم، اگر ما و شما خارج سفر کنیم، در خارج میبینیم که مویها و ریشهای مردم خینه بسته شده، سرخ هستند، زرد میکنند، سرخ میکنند، لیکن سیاه نمیکنند. خینه بستن، هینه بستن، چی در پایهامان، چی در ریشهامان، چی در موی سرمان، این سنت پیغمبر است. و سرمه کشیدن هم در چشمها، این سنت پیغمبر است. اینا را افسوس که در ما و شما، یعنی از زمانهایی که ما و شما نشنیدیم و این حدیث ها شاید که به پیشواهای ما و شما نرسیده بود که در بین ما و شما اعلانش کردن، مردم ما و شما از این سنت محروم مانده است. یعنی خینه کردن موی سر، ریش، اینها را جایز است. یا رنگ زرد کردنش هم پیغمبر اجازت دادن، لیکن از رنگ سیاه گفتن اجتناب کنید، سیاه نکنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. اکای حاجی میرزا، من استقامت کننده دهه قبچاق می باشم و کسیته های شما را هر هفته برده گوش می کنم و مادر من شما را از روی سخنهای شیرینتان بسیار دوست می دارد و در حقتان دائم دعای نیک می کند و امروز بیمار خواب است. از شما خواهش می کنم که در همین ساعتهای قبول دعا در حقش دعا کنید که خداوند بر مادر من شفا دهد. با احترام، مخلص اشدی شما از دهه قبشا. خدای مهربان این مادری که از این جمعیت ما دعای خیر کردن، طلب دعای خیر کردن، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا.
خداوند زبان شما را براتر گرداند. داملای عزیز، یک سوالی دارم. من 3 سال پیش خانه‌دار شدم و عائله من در زکس فتح پوشیده بود. آن وقتا من نمیفهمیدم که این فتح پوشی در نکاح انسان زلال میرسانیده است. امروز که فهمیدم داملای عزیز، آیا من از سر نکاح کنم یا نکنم؟ با احترام مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خداوند در سوره هود در آیه 114 او میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی های شما گناه های شما را کوره میکند. یعنی وقتی شما نفهمیدین با این عملهای شنیع، با این عملهای نادرست چنگ زدین و امروز که فهمیدید و شما امروز به حسنات قدم زده ایستاده این، شما الکه نمازخوان شدید، از خدا ترس کشیدید، ان الحسنات یذهبن السیئات. این نیکی های شما آن گناه های شما را پوشیده میگرداند، نابود میکند. فقط اگر این برگشتن شما برگشتن حقانی باشد، دروغ نباشد. امروز که فهمیدی عمل کن، انشاءالله خداوند برای تو هیچ ضرر زیان دیگر نمیرساند. و پیغمبر خدا میگوید: اتبع السیئة الحسنة تمحوها. شما وقتی که یک گناه ده که قدم زده بودید، از پسش نیکی کنید، نیکی های شما گناه های شما را خورده نابود میکند. برای همین انشاءالله من برای شما اون جوانهایی که به این گناه ها دست زده بودند باز تأکید میکنم که این نیکی های شما، این عبادت های شما الکه اون گناه های شما را نابود کرد. شما الکه توبه اساسی را به سوی پروردگارتان کنید، انشاءالله دیگر در نکاح شما و در حیات شما هیچ زلل زیان پیدا نمی شود. فقط دویم باره به این گناه دیگر چنگ نزنید و فهمید که اسلام شما انا همین نمی خواهد.